شیعه های اول یک خلاف داشتن، یعنی علی را از عثمان اولا میدونستن تمام، اما به ابوبکر و عمر زبان نمیرسانیدن. و ببینید آخر پیامبر صلی الله علیه و تا آخری وفاتشون از ابوبکر و عمر راضی از دنیا گذشت. مگر اگر اینا کافر باشن، خیلی که شیعه ها دعوا دارد، پیامبر صلی الله علیه و آنها را جایگزین خود میگرفتن، آنها را به نماز امامتی میگذرانیدن. بنابراین شیعه های اول اونا مسلمان بودن، یگان مشکلی نداشتن، غیر همین که علی را از عثمان بهتر میدونستن. بعد آهسته آهسته این تطور کرد، یعنی ترقی کرد، غلو کردن، از حد گذرانیدن. من امروز بعضی شیعه ها به نام حضرت حسین قربانی میکنن. عجیبش اینه که مثال حضرت حسن و حضرت حسین اگریم، حضرت حسن هم برای خود امام حساب میکنن. اینا خاصتا از همه گمراهترین آنها فرقه علویه، نصیریه، فرقه اثنا عشریه، اینا گمراهترین شیعه ها هستند. اینا بسیار عملهای کفری دارند. اینا تهمت به حضرت عایشه میکنن، تهمت به حضرت جبریل میکنن، تهمت به ابوبکر و عمر میکنن، بسیار تهمت های کفری دارن. اینا از همه فرقه های بدشان با زیدیه ها هست. اونا نسبتاً بعضی علما میگن سبکتر است، یعنی خطاگی های اونها کم است. همین گونه عام حکم کرده نمیشه. بعضی علما گفتن که کلهم آتیه یوم القیامت فردا، هر یک آدم روز قیامت به نزد الله تعالی علاوه میره. آیت قرآن یعنی الله تعالی عمومی فلانی ها جنتی یا عمومی فلانی ها دوزخی نمیگه. هر یک آدم به گناه های خودش علاوه جواب میده. کسی کفر داشته باشد وارد دوزخ میشود، مثلا الله سلام تعالی. کسی اگر کفر نداشته باشد، از دایره اسلام نواقض اسلام از او صادر نشده باشد، مسلمان باشد ولی از او بدعت و گناه کبیره صادر شده باشد، او زیر مشیت الله تعالی است. الله تعالی یا او را جزا میدهد به قدر گناهش در دوزخ، سپس به جنت میدارد، یا اینکه عفو میکند گناهش را. این به زیر مشیت الله تعالی، زیر خواهش الله تعالی است. بنابراین حکم عام داده نمیشد. البته این سخن علماها و بزرگان ملت اسلام است. هر یکی آنها در پیشگاه الله تعالی علاوه جواب میدهد به اون رفتار و کرداری که کرد. کدامی که سخن کفر گفت، کدامی که عمل کفر کرد و کافر است. کدامی که از دایره اسلام نبرآمد، یگان نواقض اسلام از او صادر نشد، و یک کسی حکم کفر دادن نمیتونه، چون که ما یگان انسان را به سبب گناه حکم کفر نمیدیم. اگر عمل کفر اجرا کرد، بله عمل کفر اجرا کرده است، او جزا داده میشد، او کافر است. اینا با حاکم یا قاضی حکم میکنن. این خیلی نه که برای تمام عمومی مردم یک حکم عام داده شده، که همه آنها گمراه هستند. حتی بعضی علما میگفتن که این همین به 72 گروهی گمراه هم داخل نمیشه. اینا بیرون از همین 72 گروه، یعنی بعضی فرقه هایش.